أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در بحث امور انتظامیه بعد از موضوع طلاق میرسیم به موضوع رضاع و شیر دادن بچه. الله عزوجل میفرماید که مدت که شیر بدهند والدات مادران بچه های خودشون را 2 سال هست. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والدات و مادران شیر بدهند بچه هایشان را 2 سال کامل. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که میخواهد رضاعت را و مدت شیر را کامل بکند. اون چی که از نظر جمهور هست و صاحبین ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد هم در این مسئله با جمهور متفقند و فتوا هم بر همین است که مدت رضاعت، بالاترین مدت رضاعت 2 سال است. تا 2 سال رضاعت ثابت میشه. بعد از اون اگر کسی از زنی شیر خورد بعد از 2 سالگی رضاعت ثابت نمیشه. خیلی ها میپرسند که گاهی یه مرد بزرگ امکان داره از سینه زنی شیر بخورد، آیا با این حرمت رضاعت و محرمیت ثابت میشه یا نه؟ نه خیر، بعد از این که مدت 2 سال تمام بشه رضاعت ثابت نمیشه. اما موضوع رضاعت بچه، الله تعالی ضابطه را، قانون را طوری تعریف کرده که باید همه را رعایت بکنیم، هم مادر را، هم پدر را، هم بچه را. بچه به هر صورت شیر خودش را بخورد و وقتی که مادر زحمت میکشد و به بچه شیر بدهد، خب نانش، نفقهش، لباسش، همه چیز بر مرد است. مرد باید که این زنی که، این مادری که بچهش را شیر میدهد، چه در عقدش هست چه نیست، باید که کفایتش بکنه. اینجا زن هم ظلم نکند بر مرد، مرد هم ظلم نکند بر زن. گاهی چنین میشه که مرد بی بضاعت است، مرد تنگ دست است. زن چون که داره بچهش را شیر میده، به مرد دستور میده که باید لباس، خرج، نفقه آنچنانی که بالاتر از توان مرد هست به زن بده. اینجا الله تعالی رعایت مرد کرده و فرموده که بر اساس وسع و توان مرد، مرد اگر دارد خوب بده، اگر نداره به اندازه توانش بده. همچنین گاهی مادر مهربان هست و نمیخواد که بچهش را از دست بده، لذا شوهر میگه همین امتیاز بسه که بچه را به دستت میدهم. بعد از اون هیچی به زن نمیده، نه لباس میده، نه نفقه میده، نه خرج میده. این هم ظلم است.
اگر همه جوانب رعایت بکنند، هم زن رعایت مرد بکنه، هم مرد رعایت زن بکنه، اون وقت بر حق هیچ کسی ظلم نمیشه. و چه زمانی انسان رعایت میکنه؟ آخر الله تعالی فرموده واتقوا الله، یعنی واقعا اگر خدا ترسی باشه، تقوا باشه، انسان از خدا بترسه، رعایت میکنه. و اصل این تقوا هست که موجب میشه بر هیچ کسی ظلمی ستمی صورت نگیرد. این آیت بفرمایید والوالدات یرضعن اولادهن حولین، مادران شیر بدهند بچه هایشان را 2 سال کامل، لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که میخواهد رضاعت را تکمیل کند. وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، نفقه صغیر بر کی هست؟ نفقه بچه و نفقه مادر بر مولود له. مولود له یعنی اونی که این بچه مال اوست. بچه مال کیه؟ مال پدره. پس مولود له یعنی پدر، بر او هست رزقهن، رزق آن زنان یعنی خرجی اون زنان، و کسوتهن و لباسشان بالمعروف. بالمعروف طبق دستور، طبق دستور شرعی. بالمعروف را قرطبی گفته بالمتعارف فی عرف الشرع من غیر تفریط ولا افراط. یه چیز متعارف که در عرف شرع متعارف باشد، نه تفرید باشه نه افراط باشه، نه لباسی که کسی به تن می کند و نه لباسی چند میلیونی که بر مرد فشار بیاد. و علی الوارث مثل ذلك، بر وارث هم مثل همین. یعنی گاهی این چنین میشه که پدر مرده رفته، خب بچه دارد، بچه ای هست، بچه را مادر نگهداری میکند. بچه را که مادر نگهداری میکند، وارثین پدر، برادر پدر، پدر پدر، خب باید که نفقه اون زن را که بچهشون را نگهداری میکند به صورت کمال بپردازند. و علی الوارث مثل ذلك، بر وارث مثل این است. یعنی ما علی والد الطفل من الانفاق، انفاقی که بر پدر بود الان که پدر نیست، وارث همون انفاق را بکند. فإن ارادا فصالا، خب گفتیم 2 سال، اما اگر قبل از 2 سال زن و شوهر با هم توافق کردند که بچه را دیگه شیر ندند، قبل از 2 سال با رضایت باشه، با مشوره باشه، اشکال نداره. فإن ارادا فصالا، اگر اراده کردن فصال را یعنی از شیر برکندن را، از شیر جدا کردن را، عن تراض منهما، اما از رضایتی که صادر بشه از هر دو، عن تراض صادر منهما، رضایتی که هر دو پدر و مادر دارن، و تشاور، و بعد از مشوره و رایزنی، فلا جناح علیهما، پس گناهی بر آن دو نیست. این صورت هم جایزه. یک صورت دیگه اینه که مادر نمیتونه شیر بده، خب شما بچه را برای بچه یک شیرده دیگری را کرایه میکنید، اجاره میکنید، به زن دیگه میگه که بچه هم را شیر بده، ماهانه این مبلغ به شما میدم، اینم جایزه. و ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر شما اراده کردید که طلب رضاعت کنید برای بچه هایتون از زنان دیگر، فلا جناح علیکم، گناهی نیست، اشکالی ندارد برای شما، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، زمانی که شما تسلیم کردید آنچه که دادید بالمعروف، یعنی تسلیم کردید هزینه را به مراضع، به شیر دهندگان. اما در همه و همه واتقوا الله، از خدا بترسید. این واتقوا الله چیه؟ نسخه عمل. اگر از خدا بترسید خوب عمل میکنید. اما نسخه تقوا، واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، یقین کنید، باور کنید که خداوند به اعمال شما بیناست. اگر یقین کنیم که به اعمال ما بیناست، قطعا میترسیم، تقوا حاصل میشه. والذین یتوفون، ما اونچه که در آیات گذشته خواندیم عده زنی بود که شوهرش او را طلاق داده. الان میخوانیم عده زنی که شوهرش وفات کرده. خب عده این زن
از دو حال یکی هست. اگر این زن حامله هست پایان عدهش واضح حملش هست. اگر این زن حامله نیست عدهش 4 ماه و 10 روز است. الله می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، کسانی که از شما وفات داده می شوند یعنی رحلت می کنند، و یذرون ازواجا و همسرانی ترک می کنند پشت سر خودشان، یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10، این زنها انتظار بکشند برای خودشان، یعنی خودشون را در انتظار بگذارند و عده بنشینند، به سوگ شوهر بنشینند 4 ماه و 10 روز. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. الله می فرماید وقتی که به مدتشان رسیدند، به مدت 4 ماه و 10 روز، بعد از اون گناهی نیست بر شما ای وارثان فيما فعلن في انفسهن بالمعروف، اون چیزی که انجام میدن با خودشون طبق دستور شرعی. مثلا بعد از اون اگر بلا نسبت آرایش میکنند، برای شوهر جدید خودشون آماده میکنند، میخواهند شوهر بگیرند، فقط خلاف شرع نکنند، خلاف دستور شرع نکنند، سبکی و بی‌حیایی داشته نباشند، دیگه خودشون را اگر آماده میکنند شما جلوگیری نکنید. اینطور نباشه تا زنده هست بگی سیاه بپوش، لباس خوب نپوش، این دیگه درست نیست. والله بما تعملون خبیر، خداوند به اعمال شما خبر دارد. ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الله تعالی در ارتباط با پیغام نکاح و خواستگاری کردن می فرماید که در زمان عده، در زمانی که زن داره عده شوهر اول را می گذراند، چه شوهر اول طلاقش داده چه شوهر اول مرده، اینجا بحث متوفی عنها زوجها هست، برای شما درست نیست که شما خواستگاری بکنید. اما اگر کسی می ترسه که این زن خوب، این زن نجیب از دستم میره، خواستگاری صریح نکند، اشاره داشته باشد که یعنی بعد از عدت من هستم، الله می فرماید با این اشاره اشکالی نداره. چه اشاره را در حضور خود زن میکنه چه در حضور اولیاء زن اشاره میکنه که ما هم اگر تشکیل خانواده میدادیم خوب میشد، ما هم سامان میگرفتیم. از نوع اینها که اشاره باشه، صریح نباشه بگه من دخترت را میخوام، چون اون در عده هست. لذا الله تعالی برای تعریض و اشاره اجازه دادند. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به، گناهی نیست بر شما در آنچه که شما تعریض بکنید، یعنی اشاره بکنید آن را، من خطبة النساء، از پیغام زنها، برای خواستگاری زنها اشاره کنید. او اکننتم فی انفسکم، یا اینکه شما در دل خودتون پوشیده نگه دارید. خب اینم برایت گناهی نیست. زن که 4 روز قبل شوهرش مرده هنوز اول عدهش هست، تو دلت میگه که بعد از اینکه عدهش تمام شد من برش پیغام میفرستم، گناهی نیست، تو دلت بگو، فقط ظاهر نکن، به خودش نگو که درست نیست، به وارثش نگو، پیغام نکاح نفرست، بذار مدت بگذارد. علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. الله میداند که شما ان قریب یادآوری میکنید، به همین خاطر خدا اشاره را به شما اجازه داد. ببین خدا اجازه داد برای چی؟ برای اینکه خدا میدوند که شما آخر الامر یادآوری میکنید، پس در همین حد به شما اجازه داده. اما شما اجازه ندارید به صورت مخفیانه وعده بذارید،
به زن مخفیانه آهسته بگی یا به برادرش بگی یا به پدرش بگی عده که تمام شد منم. نه، وعده به صورت مخفی حتی درست نیست. این خطبه رسمی میشه، این پیغام و خواستگاری رسمی میشه. غیر رسمیش را الله اجازه داد، تعریض و اشاره را اجازه داد. لذا الله می فرماید ولکن لا تواعدوهن، اما با اون زنها وعده نگذارید سرا مخفیانه، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه بگوید سخن نیکو، سخن موافق شر. قول معروف همون اولی هست، فیما عرضتم. قول معروف همون اشاره هست، همون کنایه هست، همین که فقط بگی که انشاءالله ما هم یه فکری برای خودمون میکنیم، از این قبیل. این اشارات اشکالی نداره، همین قد متوجه بشه اون وارثش خودش که این یه وقتی میخواد بیاد ولی الان وقتش نیست. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله. بازم تأکید و تفصیل ما قبل است، این مطلب جدیدی نیست. الله می فرماید شما عزم نکنید، اراده پخته نکنید برای عقد نکاح در حال حاضر که نکاح شما بسته بشه، حتی یبلغ الکتاب و اجله، حتی که مدت به اجل برسه. کتاب یعنی همون عدت به اجلش برسه، مدتش پایان برسه. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الله می فرماید بدان که خدا میدوند اون چی که در دل شماست، بپرهیزید. در دل شما چیه؟ به صورت مخفیانه اشاره بکنی، به صورت مخفیانه بگی، پیام بفرستی، بنویسی، خدا از همه میدونه. پس برحذر باش از دستور خلاف شر. واعلموا ان الله غفور حلیم. اگر تا به حال نمیدونستی، این ترغیب توبه هست، اشتباهی کردی، بدان که خداوند غفور و حلیم است، خدا میبخشد و بردبار است. اگر تا به حال مؤاخذه نکرده، روی حلم الله عزوجل بوده. خب پس این در رابطه با زنی که متوفی عنها زوجها، شوهرش مرده، اون زن عدهش 4 ماه و 10 روز است. در مدت عده اگر کسی دیگه میخواهد که با اون زن عقد بکند، اجازه ندارد که بهش پیغام نکاح بفرسته، اما تعریض و اشاره اشکالی ندارد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. این بخش قسم دیگر از زن هاست. زنی که انسان او را عقد کرده اما هنوز ازدواج نکرده، نامزددار هست و نزدیکش نرفته، باش همخوابی نداشته، خلوت صحیحه نبوده، قبل از اون طلاقش میده. خب این زن بستگی داره که آیا عده داره نداره، آیا مهر داره یا نداره. اینجا صورتی هست که مهرم برایش تعیین نشده، فقط عقد بسته شده، مهر تعیین نشده. خب الان که عقد بسته شده، مهر تعیین نشده، قبل از همه چیز طلاقش داد، این فقط یک دست لباس کامل واجبه برای این زن بگیره به جای همون نصف مهر، چون مهر تعیین نشده. اگر مهر تعیین شده بود دیگه نصف مهر است که بازم در آیات قرآن داریم. الله می فرماید لا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست، ان طلقتم النساء، اگر شما زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که شما اونها را دست نزدید، او تفرضوا لهن فریضه، او ما لم تفرضوا لهن، تا زمانی که برای اونها تعیین نکردید مهری، مهر تعیین نشده و نزدیک زن هم نرفته، طلاق داده، بهش چی بده؟ و متعوهن، متاع بدید. متاع دست لباسی که عرف است. مثلا اینجا الان عرف چیه؟ یک دست لباس کامل با یک چادر، روسری و چادری، هرچی که برای سرش هست و لباسی که برای پوشیدن بدنش هست.
الان اینجا لباس ها خیلی متفاوته، الان متفاوت نیست، از قدیم الایام متفاوت بوده. یک دست لباسی هست که با 100,000 تومان و 200,000 تومان هم درست میشه، یک دست لباسی هست که با 5 میلیون تومان هم درست نمیشه. چه نوع لباسی باشه، مدل بالایش باشه، پایینش باشه، متوسط باشه، بستگی داره به شرایط مرد. مرد متمولی هست یا فقیری هست یا متوسط است. اگر فقیر دست لباس پایین، اگر متمول و سرمایدار دست لباس خوب، اگر متوسط دست لباس متوسط. لذا الله می فرماید علی الموسع قدره، بر اونی که وسع داره، توان داره به اندازه توان او، و علی المقتر قدره، بر اون که تنگ دست است توان او، متاعا بالمعروف. متاعا بالمعروف متعوهن مفعول مطلق اون است، متعوهن متاعا بالمعروف، اونها را کالا بدید، کالایی یعنی من لباس طبق دستور شرعی. حقا علی المحسنین، این صفت متاعا، متاعا حقا، متاع بدید، متاعی که این حق است بر نیکوکاران، یعنی واجبا. حقا به معنی چی؟ از نظر ما این واجبم هست، چون این جایگزین مهره. اگر مهر تعیین میشد مهر واجب بود، چون مهر نیست این متعه بهش میگن، این برای مرد چیه؟ واجبه. اما اگر طلاقش دادید، مهر تعیین کرده بودید در حالت نامزدی، قبل از همخوابی، قبل از نزدیکی طلاقش دادید، خب اینجا دیگه وقتی مهر تعیین شده 100 سکه مهرش هست، فنصف ما فرضتم، نصف آنچه که شما تعیین کردید مهرش بدید. الله می فرماید و ان طلقتموهن من قبل، اگر شما آنها را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه آنها را دست بزنید، یعنی قبل از همخوابی، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که تعیین کرده بودید برای آنها مهریه، فنصف ما فرضتم، پس نصف آنچه که تعیین کردید، الا ان یعفونا، مگر اینکه اون زنها خودشون ببخشند، خودشون بگن این 50 سکه ما نمیخوایم، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا ببخشد اون مردی که به دست او است عقد نکاح. یعنی چی؟ طلاق به دست او است. مرد میبخشه. مرد چی را میبخشه؟ مرد ببخشه 100 تای کامل بده، به این معنی است 100 تای کامل بده. یا اینکه نه 100 تا را قبلا داده الان ببخشه 50 دیگر را پس نگیره، به این معنی هست. و ان تعفو اقرب للتقوى، الله می فرماید که شما عفو کنید به تقوا نزدیکتره. واقعا در چنین مسائل وقتی که اختلاف خانوادگی پیش میاد، متقیتر اونه که گذشت داشته باشه، بالخصوص در مسائل مالی، به ویژه وقتی که با زن یک جا زندگی کرده، سخت نگیره، میگه یخچال مال منه، اون میگه تلویزیون مال منه، اون میگه فرش مال منه. این چیزا هر چی که انسان گذشت داشته باشه، این به تقوا نزدیکتره. و وقتی که باش زندگی کرده، الان زن براش زن نشده، بقیه وسائل براش چی میشند؟ اینا را هم ببخشه، بده. ولا تنسوا الفضل بینکم، الله تاکید میکنه فضل را بین خودتون فراموش نکنید، احسان را فراموش نکنید. همیشه احسان. یه آقایی هست میگه خب شما سازگاری ندارید، طلاق بده زن، میگه تمام طلاها را بیاره، یک انگشتری حتی بهش دادم بیاره، بعد طلاق میدم. این همه با هم زندگی کردید، از همدیگه استفاده داشتید، الان این همه را فراموش کردید، طلاقات بیادت میاد. ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل را برای همدیگه، احسان را نسبت به همدیگه خوبی کردن را فراموش نکنید. ان الله بما تعملون بصیر، بدون شک خداوند به اعمال شما بیناست، میبینه داری چه کار میکنی، چقدر سختی داری میکنی، چقدر سخت میگیری. اینقدر سخت نگیر. الله عزوجل از بندگانش چی انتظار داره؟ فضل، احسان، گذشت.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. این امر مصلح است. قبلا خدمت شما عرض کردم که در میان این چنین احکام که اینها را میگن امور انتظامیه، در میان امور انتظامیه گاهی بحث امور مصلحه میاد. امور مصلحه مثل نماز، مثل روزه. در وسط بحث نکاح هستیم، بعد از این هم دوباره ادامه داره همین موضوع طلاق و موضوع نفقه و غیره. اما در وسط بحث نماز آمد. به خاطر این هست که خدا می فرماید این اعمال را، این عبادت ها را که عبادت مستقیمه برای خدا، سجده مستقیمه برای خدا، اینها را بر اینا محافظت بکنید. اینا تقوای شما را بالا میبره. اینها به شما روحیه چی میده؟ روحیه عمل کردن به دستورات خدا میده. در شما آمادگی پیدا میکنه. اگر شما خوب آمادگی داشته نباشید برای اینکه همه حقوق زن را بدید، وقتی که با خدا رابطه میگیری، نماز میخونی، در نماز به هر حال به ملاقات خدا میری، در دلت ترحم میآید، در دلت احسان میاد، نیکی میاد. لذا بعد راحت تر به این امور چکار میکنی؟ عمل میکنی. پس ذکر نمازها در میان این بحثها بی ربط نیست. الله می فرماید حافظوا علی الصلوات، ای بندگان محافظت کنید بر همه نمازها عموما، و الصلاة الوسطى خصوصا، بالخصوص برای نماز وسطی. نماز وسطی بعضی گفتن نماز صبح، بعضی گفتن نماز ظهر، اما بیشترین روایات و تفسیر راجح اینه که نماز عصر است. کسی میگه نماز صبح سختره از نماز عصر، یا نماز ظهر وقت قیلوله و استراحت. نخیر، خواب را قربان کردن راحتتر و آسانتر است از اینکه انسان دنیا و تجارت و بازار و معامله را قربان بکنه. کسانی که در این وقت مشغول درآمد هستند، مشغول کسب و کار هستند، اوج درآمد هست، از اونها بپرسید که چقدر سخته. پس صلاة الوسطى بالخصوص اون نمازی که بر شما سنگینی می کند، به اون نماز شما محافظت کنید، پایبند دستورات ربتون باشید. و قوموا لله قانتین، بایستید برای الله قانتین. قانتین چند معنا داره. یکی که تابع باشید، فرمانبر باشید، کاملا در بست در اختیار خدا. بعضی گفتن قانتین یعنی ساکتین. بسیاری از احناف برای قرائت خلف الامام از اینجا استنباط هم گرفتند که پشت سر امام نباید چیزی خواند، چون خدا گفته برای خدا بایستید قانتین، ای ساکتین. لذا این قانتین را با اون احادیثی که اذا قرأ الامام فانصتوا تطبیق میدهند، و اون احادیث را که میگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اون باز با این تطبیق میدن که این گفتن برای نمازی نیست که امام داره میخونه، برای نمازی است که تنها باشی. امام که بخانه من کان له امام فقرات الامام له قراءه. علی ای حال به این اختلافات زیاد نمیریم. بعضی این تفسیر را کرده، این تفسیر را میخواستم عرض کنم. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، الله می فرماید اگر شما ترسیدید. ببینید الله عزوجل چقدر نماز را اهمیت داده. اهمیت نماز چقدر زیاد هست که حتی الله تعالی می فرماید که حالت خوف بود، حالت امن نبود، خطر دشمن بود، باز هم نماز ساقط نمیشه. در بعضی صورتها صلاة الخوف یک گروه در مقابل دشمن میسته، یک گروه نماز میخوانه، حتی با یک جماعت. اینجا میفرماید فإن خفتم، اگر شما
ترسیدید فرجالا او رکبانا، پس رجالا با پای پیاده. بعضی رجالا را اینجور تفسیر میکنند یعنی دوان دوان، او رکبانا یا بر سواری سوار. اما یک تفسیر دیگه از ابن رضی الله تعالی عنه داریم، رجالا یعنی بر پاهایتون، اگر ممکنه بر پاهایتون بیستید و نماز بخوانید. فرجالا ای قیاما علی اقدامهم، بر پا ایستاده نماز بخون. اگر این برایت ممکن نیست، این منظور از رجال این نیست که بدو بدو، بلکه بر پا ایستاده. اگر این برایت ممکن نیست، او رکبانا بر سواری که هستی، بر سواری نماز بخوان. فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. این حالت اضطرار بود، حالت خوف بود. خب حالت اضطرار فرق میکنه. انسان تو هواپیما هم که باشه، وقت نماز باشه، به همون صورت نماز بخونه، با اشاره نماز بخونه، میتونه قیام بکنه نماز بخونه، نمازش را بخوند، نماز را ترک نکند. وقت نماز آمد نماز. اما وقتی که ایمن شدید، وقتی که به امنیت رسیدید، خطر رفع شد، اضطرار دور شد، فاذکروا الله کما علمکم. دیگه حالت اضطراری نیست که به اون حالت نماز بخوانید. همان گونه که الله شما را تعلیم داده، آموزش داده، یعنی با شرایط اصلیش بخوانید. ما لم تکونوا تعلمون، همان گونه که شما را یاد داد قبل از تعلیم، اون چیزی که نمیدونستید الان میدونید چطور بخوانید، به همون صورت بخوانید. خب ببین، در وسط امر مصلح عرض کردم، امر مصلح انسان را تقویت میکنه، انسان را شارژ میکنه، انسان را روحیه میده که انسان برای انجام امور انتظامیه و قواعد و دستوراتی که خدا داده، چه در رابطه با اسره و خانواده باشه، چه در رابطه با شهر و شهروندی باشه، انسان بهتر میتونه با عبادات اون روحیه را داشته باشه تا اون امور را انجام بده. لذا برمیگردیم به همون امور انتظامیه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم. اول به ترجمه آیات دقت بفرمایید. الله می فرماید کسانی که در حال وفات از شما هستند، دارن از این دنیا می روند و پشت سر خودشون همسر می گذارند، زن می گذارند، زن دارند، زنان دارند یا یک زن دارند. وصیة لازواجهم، برای این ازواجشون توصیه بکنند، وصیت بکنند. چه وصیتی بکنند؟ متاعا الى الحول غیر اخراج، که به اینها موقعیت بهره گرفتن از زندگیشون داده بشه تا 1 سال غیر اخراج، بیرون کرده نشوند از طرف وارثی. ببین مطلب اینه که کسانی که دارند وفات میکنند، پشت سر خودشون خانم میگذارند، زن و همسر میگذارند، به ورثه بگن، به برادرشون بگن، به پدرشون بگن این زن را بذارید تا 1 سال از این خانه، از این امکاناتی که هست استفاده بکنه، تا 1 سال بیرونش نکنید. چون زن عدهش کی تمام میشه؟ 4 ماه و 10 روز. امکان داره که بعد از 4 ماه و 10 روز زن را بگن برو. لذا وصیت بکنه که تا 1 سال اینو بیرون نکنه، بذار تو همین خونه بخوره، استفاده بکنه. خب اکثر مفسران معتقدند که این آیه منسوخ است. چرا؟ چون که قرآن میراث را مشخص کرده. الان این زن یا 1/4 میگیره در صورتی که شوهر هیچ فرزند داشته نباشه، یا 1/8 میگیره در صورتی که شوهر فرزند داشته باشه. پس سهمش مشخصه. و وصیت هم حدیث گفته که برای وارث نیست، لذا وصیت در حق این نیست. ببینید اول عبارت امام رازی را میخوانم که ایشون و بقیه مفسرین اعتقاد دارن که این آیه منسوخ شده. منسوخ کله عند جمهور العلماء، قرطبی گفته.
ثم ان الله نسخ هذین الحکمین، هر دو حکم را خدا منسوخ کرده، هم وصیت را و هم سکنا را، سکونت دادن به زن را. چرا؟ اما الوصیت بالنفقه و السکنا فلان القرآن، وصیت کردن هم به نفقه، به زن نفقه بدید تا 1 سال خرجش بدید، والسکنا فلان القرآن دل على ثبوت المیراث لها، چون در قرآن داریم که برای این زن میراث هست، قرآن آیاتش دلالت میکنه بر ثبوت میراث. وقتی که قرآن داریم که میراث در این زن دیگه تمامه. و سنت ناسخا، و سنت دلت على انه لا وصیت لوارث، در سنت رسول الله هم داریم که فرموده لا وصیت لوارث، این زن یکی از چی هست؟ از کسانی هست که وارثین هستند. فصار مجموع القرآن و السنه، پس مجموعه قرآن و سنت ناسخا للوصیت للزوجه، ناسخ میشه برای اینکه نسبت به زن وصیت بکنیم به نفقه و سکنا فی الحول، برای نفقه و سکنا در 1 سال. نخیر، نباید وصیت کرد. الان دیگه سهمش را میگیره، برو دیگه هر جا میره بره، بعد از همون 4 ماه و 10 روز، البته بعد از زمان عدتش، عدت را که باید در اینجا بگذراند، در خانه‌ای که زندگی میکرده. این نظر عامه مفسران است. اما حضرت شیخ رحمه الله قبلا خدمت شما عرض کردیم که شیخ آیات را طوری تفسیر میکنه که نیازی به نسخ نباشد. و اینجا نکته شیخ میگه که بنده با توجه به این که گاهی در مسائل شورای حل اختلاف و دار التحکیم بین این چنین مسائل گاهی حل و فصل میکنیم، میبینیم واقعا این تفسیر با شرایط امروز بسیار سازگار و همخوانی داره. اولا تفسیر شیخ میگه که این حکم استحبابیه، حکم وجوبی نیست که نسخ بشه. حکم استحبابی امروز هم سر جایش هست. بهتر اینه، خب بهتر اینه شوهر میدونه که برای زن وصیت بکنه، استحباب وقتی باشه در اختیار شماست، شما عمل میکنی نمیکنی، اگر بکنی بهتر، اگر نکنی گناهی نیست. شوهر نگاه میکنه واقعا بعد از من زنم چه شرایطی داره. بعضی زنها هستن پدر دارن، برادر دارن، وارث دارن، همه چیز دارن، خب اون همون 4 ماه و 10 روز هم براش زیاده که تو خونه شوهر بمانه. پدر و برادرش برای همون عجله دارند. خب برای این زن لازم نیست وصیتی بشه. اما یک زنی هست که دستش از زمین و زمان کوتاه هست، یا فرزند و اولاد داره، از همین شوهر میخواد که با بچه هایش بمانه، یا اینکه بالفرض اگر این زن را بیرون بکنه، خب تا 4 ماه و 10 روز این زن سوگ داره، تا 4 ماه و 10 روز این در عده هست، تا 4 ماه و 10 روز این فقط غم میکشه. بعد از 4 ماه و 10 روز این زن آیا 11مین روز بعد از 4 ماه این میره به خانه شوهر جدید؟ نه خیر، جایی نداره. و زن این مرد بوده، چندین وقت با این مرد زندگی کرده، آیا حق نداره تا 1 سال تو خونش بمانه تا وقتی که خودش را آماده بکنه برای شوهر جدید، بتونه که زندگی خودش را تصمیم بگیره آینده چه کار بکنه، کجا زندگی کنه، با کی زندگی بکنه؟ خب بعد 4 ماه و 10 روز فوراً بیرونش کنیم؟ واقعا نیاز هست که برای این زن فرصت 1 ساله‌ای باشه. تا 1 سال بیچاره از غمها تمام نمیشه، لذا تا 1 سال تو همین خونه شوهر بمونه، چیزی که برایش هست بخوره یا از همون میراث خودش بهش بدند و اینجا تو خونه بمانه، این بیرون نشه تا این زن ضایع نشه، سرگردان نشه، بلا تکلیف نشه. لذا شیخ رحمه الله میفرماید این حکم چیه؟ یک حکم استحبابی. گاهی بعضی زنها هستند که شوهرانشون را از دست میدند و شرایط زندگیشون طوری هست، واقعا انسان احساس میکنه کاش شوهر در حق این زن چیکار میکرد؟ وصیت میکرد تا پدرش، تا برادرش،
این زن را اینطور زود بیرون نمی کردند. لذا این حکم را اگر استحبابی بگیریم، غیر منسوخ بدانیم، خیلی بهتر است. دیگه لازم نیست که حتما وصیت بکنه، ولی اگر کرد بهتره. لذا الله می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون، کسانی که وفات میکنند، رحلت میکنند از شما و ترک میکنند پشت سرشون همسرانی وصیتا ای فلیوسو، وصیت بکنند برای زنهایشون لازواج متاعا الی الحول، استفاده کردن، بهره گرفتن از خانه و کاشانه تا 1 سال غیر اخراج، بدون بیرون کردن. اما اگر خودشون بعد از عده خارج شدند، شوهر گفته تا 1 سال زنم را بذارید تو خونه، زن بعد از 6 ماه رفت، خب اشکالی نداره. فان خرجنا، اگر خودشان خارج شدند، فلا جناح علیکم، بر شما وارثان گناهی نیست، فیما فعلن فی انفسهن من معروف، اون چی که اونها با خودشون میکنن طبق دستور شرعی، موافق دستور شرعی. یعنی بعد از عده میرن شوهر میگیرن، میرن خونه پدرشون زندگی، اشکالی نداره. والله عزیز حکیم، الله غالب هست، هر حکمی میتوند دستور بده، اما حکیم، احکامی که دستور صادر میفرماید مملو از حکمت الهی هستند. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. ببینید یک مطلقه ما خواندیم که مهریه تعیین نشده بود، برای اون گفتیم که متعه یعنی یک دست لباس کامل چی هست؟ واجب است. برای بقیه مطلقات مستحب است. برای بقیه مطلقات چیه؟ برای همه مطلقات هست، یعنی بدهید متاع بالمعروف، متاع و متعه دست لباس ها طبق دستور شرعی، حقا علی المتقین، این حقی هست بر متقین، یعنی متقین این را بر خود بدانند، لازم بدانند، گرچه این حق استحبابی هست. كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون. الله عز وجل حکمت تبیین این احکام را و حکمت بیان این مسائل را می فرماید. این چنین الله بیان می فرماید برای شما آیاتش را، لعلكم تعقلون، شاید شما فکر بکنید، به عقل و خرد بیایید. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. عرض کنم خدمت شما، بعد از این امور انتظامیه مجددا ذکر جهاد و موضوع جهاد است. یکی از دلایلی که انسانها طبیعتا از جهاد می گریزند اینه که می ترسند در صورت جهاد کشته بشن، یعنی ترس از مرگ هست که این طبیعی، هر انسان می ترسه. اما خدای عزوجل در این آیات با اشاره به یک جریانی، به یک واقعی که در زمان بنی اسرائیل اتفاق افتاده، الله تعالی اشاره می فرماید که جهاد، مرگ حتما در جهاد نیست، اینکه انسان حتما به جهاد بره کشته بشه نیست. گاهی انسان بدون اینکه برای جهاد بره بهتر میمیرد. بیشتر انسان ها هستند که میمیرند. در رابطه با شأن نزول این آیه یا اشاره این آیه، شأن نزول نیست، اون جریان و واقعی که این آیه به اونجا اشاره دارد و مصداق این آیه است، علما نوشتند که یکی از انبیاء بنی اسرائیل به ملت گفت که برای جنگ میریم، برای جهاد میریم. ملت ترسیدند، گفتند ما نمیریم، چون اگر بریم لازما کشته میشیم. خدای عزوجل اینها را که از جهاد گریختند، اینها را موت داد. موت دست جمعی، چندین نفر یا چند صد نفر یا چند هزار نفر یک جا مردند.
فقال لهم الله موتوا. اما پیامبر وقت که بسیاری از مفسران نوشتن این زمان پیامبر حزقیل بود. حزقیل یکی از انبیاء بنی اسرائیل است که حدوداً در قصص الانبیا نوشتن 1000 سال قبل از میلاد سیدنا مسیح علیه السلام بوده. لذا در زمان حزقیل این اتفاق افتاد که حزقیل به بنی اسرائیل دستور داد که ما در زندگی ذلتباری هستیم و قومی جابر و ظالم آمده و شهرهای ما را تصرف کرده، ما باید بریم بجنگیم، باید حقمون را بگیریم. ولی اونها فکر کردند که در جنگ و در جهاد مرگ است، کشته شدن است. الله عزوجل نشون داد که نه، مرگ فقط در جنگ نیست، مرگ در هر صورت است. انسان چه بجنگه چه نجنگه آخر میمیره، چه به جهاد بره چه به جهاد نره آخر میمیره. چه راه پرخطری را بگیره، گرچه انسان باید از خدا عافیت بخواد، چه راه پرخطری بگیره چه نگیره آخر میمیره. تعریف میکنند برای عرض کنم که فهم مسئله خوب هست. یکی به ناخدایی گفت، یک آدم تاجری بود، به ناخدایی گفت که پدر شما چطور از دنیا رفت؟ اون گفت پدر من مثل من ناخدا بود، همیشه تو دریا بود، در سفرهای دریایی طوفانی آمد کشتی غرق شد مرد رفت از این دنیا. عجب، جد شما پدر شما چطور مرد؟ گفت اونم داستانش عیناً مثل همینه، اونم تو دریا کشتی غرق شد و مرد. بعد به این ناخدا گفت پس تو هنوز شغل اونها را ادامه دادی، نمی ترسی یه روزی تو هم تو دریا با طوفان بمیری؟ این ناخدا عاقل بود، گفت پدر شما چطور مرد؟ گفت پدر من هیچ اتفاقی براش نیفتاد، تو خونه مریض شد و فوت کرد. گفت جد شما؟ گفت اونم پیشش تجارت بود، اونم تو خونه فوت کرد. گفت تو نمی ترسی یک روزی تو هم مریض بشی تو خونه بمیری؟ تو هم مثل پدرت. منظور اینه که مرگ وقتی که موعدش برسه هر جا بشه میاد، تو خونه باشی هم میمیری، تو بازار باشی، تو دریا باشی، تو جنگ و جهاد باشی. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تمام زندگی جنگید به امید شهادت، اما آخر بر رخت خواب بیماری جان داد، گریه کرد. تمام بدن خالد پر از زخم بود، آثار زخم، ولی خالد در جنگ شهید نشد. الان علتش را در آینده شاید بهتون بگم. ولی یکی از دوستان می گفت بر سر قبر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه رفتم، اونجا دیدم یه شعری نوشته، شعر خیلی مرا متاثر کرد که شعر به عربی بود. مفهوم این شعر این بود که ای بزدلان دنیا، اگر مرگ واقعا در جنگ و در جهاد بود خالد در جهاد کشته می شد، ولی با وجود تمنای شهادت و تمام عمرش در جهاد آخر بر بیماری و بر رخت خواب از این جهان چشم فرو بست. پس خلاصه این آیات اینه که انسان اگر در جهاد، وقتی که جهاد نیاز باشد برای اسلام عزیز دفاع بکنیم، حتما در جهاد بمیرد، در جنگ در جبهه بمیرد؟ نه خیر. خیلی ها هستن تو جبهه ها شرکت کردن، امروز میبینیم که بالاترین جایگاه را دارند، بالاترین مقام را دارند. پس همه اونهایی که میرن به جهاد کشته نمیشن. هر کسی که مرگش مقدر باشه، از ابتدا الله عزوجل تعیین کرده، او میمیره. الله میفرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا خبر داری از اونهایی که خرجوا من دیارهم، از دیارشان خارج شدند، و هم الوف، آنها هزاران نفر بودند، حذر الموت،
از بیم مرگ، از ترس مرگ دلیل خروجشون. چرا رفتند؟ ترسیدن که میمیرن، تو جنگ کشته میشن. بعضی میگن که تو شهرشون نموندن چون دشمن میخواست حمله بکنه، دفاع نکردن، گفتن دشمن اگر حمله بکنه ما کشته میشیم. خب اینجا واقعا جهاد فرض میشه. وقتی که شما در شهر و خانه و کاشانت باشی، دشمن بخواد حمله بکنه، اینقدر انسان بزدل باشه دیگه فرار بکنه، بشینه دفاع بکنه. فقال لهم الله موتوا، الله به آنها گفت موتو، بمیرید. اینا که بودند؟ ابو سعود گفته هم قوم من بنی اسرائیل، قومی از بنی اسرائیل بودند. دعاهم ملکهم الى الجهاد، پادشاهیشون اونا را به سوی جهاد خواند. فهربوا حذر الموت، از ترس مرگ فرار کردند. فاماتهم الله تعالی 8 ایام، خدا بر اونها مرگ آورد تا 8 روز مرد، تا 8 روز افتاده بود جنازهشون. ثم احیاهم، بعدن خداوند با دعای پیغمبر وقت حزقیل دعا کرد خدایا این همه را مؤاخذه کردی، از اینها درگذر باش. الله تعالی دوباره زندهشون کرد. ثم احیاهم، سپس الله اونها را زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، بدون شک الله صاحب فضل است بر مردم فضل و احسان می کند. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شکرگزار نیستند، سپاسگزار نیستند. خدا چه فضلی بر ما می کند، ما غافلیم. بر هر اشتباه خدا ما رو مؤاخذه نمی کند، اونها را چطور زود مؤاخذه می کرد؟ پس از این داستان چه نتیجه گرفتیم؟ که در جهاد لازما مرگ نیست. لذا وقتی که این نتیجه را گرفتید، با این عقیده که مرگ به دست خداست، مرگ در جنگ نیست، با دشمنان خدا بجنگ. وقاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه الله، بجنگید با کسانی که دشمنان خدا هستند. واعلموا ان الله سمیع علیم، ترغیب به اخلاص است. بدانید که خداوند سمیع است، همه حرفای شما را میشنود، علیم، از احوال شما خبر دارد. با اخلاص باشید، برای خدا باشید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد از موضوع جهاد موضوع چی هست؟ انفاق. جهاد و انفاق با همند. باید پول خرج کنیم، باید مال بدیم تا لشکر مجاهدین تجهیز بشه، تا اسلحه خریداری بشه، تا وسایل خریداری بشه. لذا الله می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی هست که به خدا قرضه بده، قرضه حسنه بده، در راه خدا خرج بکنه. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، چند برابر میگردانه خدا برای او. اضعافا کثیرا یعنی چند برابر زیاد. خب کسی میگه که خرج بکنم شاید تنگ دست بشم. نه، تنگ دستی و فراخ دستی به دست تو نیست که با پول نادار بشی، به دست الله است. والله یقبض و یبسط، خداست که بر کسی عرصه را تنگ می کند، بر کسی فراخ می کند. این عقیده را این همه آیات داریم میخوانیم، باید این عقیده در ذهن ما جا بگیرد که فراخی رزق و تنگی رزق به دست الله است. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، از اینجا خدای عزوجل اشاره می کند به سوی جریان دیگر. باز موضوع جهاد است، موضوع جهاد است به جریان بعد از موسی علیه السلام که در زمان موسی خواندیم قوم با موسی نرفت به طرف بیت المقدس، به طرف عمالقه نرفت، با عمالقه نجنگید، گفت اونها قدرتمندن، اونها تنومندن، اونها امکانات دارن، ما هیچی نداریم. خلاص موسی علیه السلام فوت کرد، حضرت هارون هم فوت کرد. بعد از اون زمان یوشع آمد.
و بعد از یوشع زمان پیغمبری دیگر به نام شمویل، حضرت شمویل بن حنه بن عاقر و علیه الاکثر. روح المعانی گفته این نبی که اینجا گفته اذ قالوا لنبی، این نبی حضرت شمویل ابن حنه هست. این پیامبر گفت که بنی اسرائیل به پیامبر خودشون گفتن یک فرمانده جنگی، یک رئیس، یک پادشاه برای ما تعیین کن، امیر، تا ما تحت فرمان او با این ظالم ها بجنگیم و مناطق خودمون را از اونها آزاد کنیم، پس بگیریم. شمویل پیغمبر به اونها گفت که من این بیم را دارم، این خطر هست که خدای تعالی برای شما تعیین کند شما حرف شنوی داشته نباشید، شما جهاد نکنید، جنگ نکنید. اونا گفتن چرا ما جنگ نکنیم؟ از این ذلتی بالاتر خانه و کاشانه و شهر و ملک ما را از ما گرفتن، ما آواره هستیم، ما حتما می جنگیم. لذا شمویل پیغمبر از خدای عزوجل درخواست کرد الله تعالی برای اونها امیری، فرمانده جنگی و پادشاهی که در رأسشان باشد تعیین کرد. بخوانیم چند آیه. الله می فرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آیا خبرداری از ملأ یعنی دیدی اونها را؟ منظور خبرداری ملأ بنی اسرائیل یعنی بعضی از بزرگان بنی اسرائیل، یا عرض کنم که اون مجموعه درباریان من بعد موسی، بعد از موسی، که این ملأ و این مشاوران به نبی چی گفتند؟ اذ قالوا لنبی، زمانی که گفتم به پیامبری، نبی عرض کردم کی بود؟ شمویل. ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، تعیین کن برای ما امیری، پادشاهی، ملکن یا فرمانده جنگی، نقاتل فی سبیل الله، ما بجنگیم در راه خدا، با قوم عمالقه بجنگیم. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، اونها گفتن چرا ما نجنگیم؟ مقتضی جنگ موجوده، داعیه جنگ موجوده، جهاد موجوده. اون چیه؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما بیرون کرده شدیم از دیار خودمون و از فرزندان خودمون. این زندگی ذلت باره. قوم دیگه آمده بر دیار ما مسلط شده، خانه و کاشانه ما را گرفته، بر شهر ما، بر کشور ما حکومت میکنه. لذا ما باید بجنگیم در چنین شرایط که جهاد فرض عین میشه، که وقتی دشمن از اون سر دنیا بیاد و همه چیزت را بگیره، ملک را ازت بگیره، حکومت را بگیره، امکانات را بگیره، تمام ذخایر کشورت را، نفت کشورت را برای خودش ببره، خب اینجا باید اهل اونجا به فکر باشن. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. الله عزوجل می فرماید بنی اسرائیل است دیگه، بنی اسرائیل هر جا عهد شکنه. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که بر آنان جنگ و جهاد نوشته شد، تولوا الا قلیلا منهم، برگشتن، پشت دادن مگر اندکی از آنان. والله علیم بالظالمین، خداوند عزوجل خوب میداند، علیم هست نسبت به ظالمان. این ظلم که خودشون از خدا خواستن، خدا وقتی که دستور جهاد داد و خدای عزوجل همه چیز را برایشون تعیین کرد، عقب نشینی کردند. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. بله، اینجا پیامبر در جوابشون میگه هل عسیتم استفهام تقریری هست، یعنی آیا چنین میشه، امکانش هست؟ یعنی بله هست، که ان کتب علیکم القتال، اگر بر شما
جنگ فرض بشه شما نجنگید. امکانش هست؟ بله هست. اونا گفتن چرا؟ و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نجنگیم در حالی که ما را بیرون کردن از خانه و کاشانه؟ الله می فرماید وقتی که جهاد نوشته شد اونها اعراض کردند مگر تعداد اندکی. این نکته را بار بار گفتیم که همیشه بر مسیر حق اندک هستند، همیشه اهل حق کمند نسبت به اهل باطل. الله تعالی در قرآن می فرماید ولكن اکثر الناس لا یؤمنون ولكن اکثر الناس لا یشکرون ولكن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر قدردان نیستند، اکثر شکرگزار نیستند، اکثر اهل حق نیستند، الا قلیلا منهم. اونجا هم ببینید تعداد اندکی، اما اگر همین قلیل با ایمان باشه، قوی باشه، پایبند اصول باشه، همین قلیل را الله عزوجل موفقیت عنایت می فرماید. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. پس اندک ماندند. هر وقتی که این نکته را باید داشته باشید، هر وقتی که در یک امر خیر، مثلا امر جهاد، همه نیامدند، هماهنگ نشدند، باکی نیست، اشکالی نیست، این انتظارم نیست. الله تعالی در تمام تاریخ که تاریخ گذشتگان را در قرآن تعریف می فرماید، برای ما بیان می فرماید که اینها برای ما موعظه هستند، داستان نیستند. در همه اینها می فرماید که همیشه کسانی که بر مسیر حق بودند، در کنار انبیا بودند، اندک بودند. لذا در مقابل باطل هرگاه که میخواستیم قیام کنیم، اگر زیاد نبودیم، اندک باشیم، بر اصول باشیم، پایبند باشیم، هم نصرت و یاری الله میاد. لذا الله می فرماید والله علیم بالظالمین، خداوند ظالمین را خوب میداند. اینا که ظلم کردن، بر خود ستم کردن، جهاد را ترک کردن. علی ای حال، خداوند اکنون تعیین می فرماید برای اونها. چی را تعیین می فرماید؟ ملک را، پادشاه را، یا بگیم افسر جنگی و فرمانده جنگی را. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. نبیشان به آنها گفت همانا الله مبعوث و تعیین کرده برای شما طالوت را به عنوان ملک. طالوت یک شخص هم قوی بود، هم انسان عابد و با تقوایی بود. الله عزوجل که انتخاب بکند بهترین ها را انتخاب میکند. اما اونها اعتراض کردند، قالوا انا یکون له الملک علینا، چگونه او میتواند بر ما حکومت کند، بر ما امارت کند، در رأس ما باشد، در حالی که و نحن احق بالملک من، ما در ملک از او حق دارتریم. چرا؟ اینها حق دار بودن خودشون را بر اساس چی می دانستن؟ بر اساس ارث، نه شایسته سالاری. الله عزوجل که انتخاب فرمود بر اساس چی؟ شایستگی. اینها اعتراضشون همین بود. ولم یؤت سعة من المال، این از نظر مالی هم وسعت ندارد، فراخی نداره، یعنی مال زیاد نداره. ببین اینها میگفتن شرایط امارت نداره به سه دلیل. یکی همین که ولم یؤت سعة من المال، یکی دیگه که انا یکون له الملک علینا، چگونه میتونه باشه؟ اصلا اون از این بخش نیست، از اون بخشی که باید امارت داشته باشه. کی امارت داره؟ اونا معتقد بودند، خب مذهبی هم بودند، کسی باشه که یا از اولاد انبیا باشد یا از اولاد پادشاهان باشد. از فرزندان یعقوب علیه السلام بعضی ها از سبط نبوت بودند و بعضی ها از سبط ملوکیت، پادشاهی. فرزندان لاوی
لاوی ابن یعقوب همه پیغمبر بودند. حضرت موسی علیه السلام بعد از 4 پشت به لاوی میرسد. بعد از موسی همه از همون نسل پیغمبر بودند. و فرزندان یهودا ابن یعقوب اینا همه پادشاهان بودند. پادشاهانی که در یهود در بنی اسرائیل گذشتن اینها بیشتر نسل و اولاد یهودا بودند. طالوت نه از نسل لاوی بود نه از نسل یهودا بود. طالوت از نسل بنیامین ابن یعقوب بود، از نسل بنیامین بود. لذا گفتن انا یکون له الملک علینا. این نکته را هم شما میدونید، وقتی که برادرها با هم کینه رقابتی چیزی داشته باشند، همون کینه در فرزندان هم میماند. پسر عموها نوها میگن اون جدش این کاره بود. همون زمان که برادرها با بنیامین و یوسف کینه داشتن، دیگه فرزندان هم با فرزندان و با اولاد اونها همون کینه را داشتن. لذا میگفتن طالوت که از نسل بنیامین است، در این نسل نه پادشاهی بوده نه پیامبری بوده، اما شایستگی داشت. سرداری بر اساس شایستگی نه بر اساس ارث. قال ان الله اصطفاه علیکم، گفت بدون شک الله او را انتخاب کرده بر شما. و شایستگیش چیه؟ و زاده بسطة فی العلم والجسم، الله به او اضافه کرده، به اون اضافه داده بسطة یعنی وسعت در علم و جسم. از نظر علمی، از نظر تاکتیک جنگی، از نظر مهارت هم از شما بیشتر بلده، از نظر جسمی و قوت هم از شما قوی تره، نیرومندتره، بهتر حریف را به زمین میزنه. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله میدهد ملک خودش را، یعنی اختیار ملک را به هر کسی بخواهد. والله واسع علیم، و خداوند واسع است، همه چیز در دربار او با وسعت است و علیم، خوب میدانه به که بده. وقتی که این دلائل را پیامبر آورد، اونها قانع نشدن، ولی پیامبر میخواست ثابت بکنه که واقعا این منسوب خداست، از طرف خداست. پیامبر شموئیل چیکار کرد؟ گفت که نشانی فرماندهی او و نشانی امارت او این هست که تابوتی که گم شده بنی اسرائیل بود، صندوقچه‌ای بود که هر جا باعث خیر و برکت برای بنی اسرائیل بود، و وقتی که عمالقه تصرف کرده بود بیت المقدس را، این صندوقچه هم در دست و در اختیار اونها بود. گفت خداوند اون صندوقچه را می آورد برای طالوت و جلوی طالوت می گذارد. این نشانی پادشاهیش است. و قال لهم نبیهم، نبیشان به آنها گفت ان آیت ملکه، همانا نشانی پادشاهی و امارتش اینه که ان یأتیکم التابوت، این که تابوت یعنی صندوقچه می آید پیش شما، فیه سکینة من ربکم، در آن صندوقچه سکینه و آرامش بود هست از جانب پروردگار، و بقیت و یادگارهایی هست، تبرکات باقی مانده، مما ترک آل موسی و آل هارون، از آنچه که ترک کردن آل موسی و آل هارون، تحمله الملائکه، اون صندوقچه را حمل میکنن ملائکه، میارن جلوی طالوت میگذارن. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، همانا در این آیه و نشانی هست برای شما اگر شما مؤمنید. ببینید این صندوقچه همونطوری که عرض کردم به دست دشمن افتاده بود. الان در تفاسیر نوشتند که این صندوقچه برای اونها وبایی و بلایی شده بود. هر جا می رفت این صندوقچه رو می گذاشتن، اونجا مشکلات پیش می آمد. آخر مجبور شدند این صندوقچه را بر حیوانی، بر شتوری ببندند که این بره هر جا از ما دور بشه. تو بعضی تفاسیر اینطور نوشته.
فرشتگان راهنمایی کردند که این صندوقچه بیاد و جلوی طالوت قرار بگیره، شطور بیاد. اما وقتی که گفته تحمله الملائکه، لازم نیست ما بگیم که حتما بر شطوری باشد. ملائکه او را حمل کردن. جبرائیل امین در بعضی روایت ها آمده جبرائیل امین برداشت اون صندوق را جلوی طالوت گذاشت. خب اینها الان یقین کردند که بله طالوت منسوب خداست، تسلیم شدند. اما نکته ای خدمت شما عرض کنم که در این صندوقچه خدا میفرماید سکینة من ربکم، سکینه و آرامش بود، چون از آثار صالحین در این صندوقچه بود. خدا میگه بقیت مما ترک آل موسی، تبرکاتی که مال موسی و هارون بود، این تبرکات بعضی گفتند که عصای موسی بود و کفشها نعلین موسی بود، یا اینکه عمامه هارون بود، گفتن اینها هستند. تورات در اون صندوقچه بود. اینها باعث برکت بودند. روزی که بحث تبرک را خدمت شما عرض کردم اشاره به این آیه کردم و عرض کردم که تبرک از آثار انبیا ثابته، در قرآن هم ثابته، در سنت هم ثابته. همینه. ببینید وقتی که تو این صندوقچه آثاری از موسی علیه السلام بود، از هارون علیه السلام بود، تورات موسی بود، این باعث برکت بود. برکت البته خدا میداد، برکات دهنده الله است، تبارک الذی بیده الملک، اما الله با اینها هم برکت میده. چنانچه این صندوقچه را با خود می بردند و در جنگ همراه بود، سبب فتح و پیروزی شد. اما این تبرک جستن و تبرک گرفتن از آثار انبیا ثابت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که سر مبارک را حلق کردن بعد از عمره، صحابه تارهای موی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بین خودشون تقسیم کردند. این تبرک بود. آن حضرت وضو گرفت، باقی مانده آب وضو و ما فضله ما بقیه را حضرت بلال بین صحابه تقسیم کرد. به بعضی ها یک قطره رسید، بعضی ها بیشتر، بعضی ها این آب را گرفتن بر بدن خودشون مالش دادن. اما تبرک بعد از انبیا از کسی دیگه ثابت نیست. اگر تو کتابی شما دیدید یه بزرگی مثلا تبرک گرفته از آثار صالحین، شاید تو کتابها ببینید، اون برای ما ملاک نیست، برای ما حجت نیست، به خاطر اینکه عمل و اجتهاد اون بزرگان است، ما اونجا اظهار نظر نمی کنیم. ولی می بینیم از سلف صالح کسی نکرده. مثلا هیچ کس آثار ابوبکر صدیق که بعد از انبیا بزرگترین شخصیت در این امت، نه در همه امت ها هست، کسی از آثار ابوبکر تبرک نگرفت. کسی عرض کنم که موهای ابوبکر را، آب وضوی ابوبکر را، عمامه ابوبکر را به عنوان تبرک نگرفتند. از عمر ها کذا، از علی کرم الله وجهه، عثمان ذی النورین، از همه صحابه هیچ کس تبرک نگرفت، در حالی که اولیاء کجا و صحابه کجا. پس تبرک به غیر از آثار انبیا ثابت نیست. خب تحمله الملائکه، قال ابن عباس جاءت الملائکه تحمل التابوت بین السماء والارض. ابن عباس گفته ملائکه داشتن تابوت را می آوردند، همه دیدند، ملائکه را کسی نمی دید، تابوت را می دیدند که بین آسمان و زمینه. یعنی چرا نمی افته؟ بر چیز گذاشته نیست، بر دوش ملائکه بود، ولی ملائکه را نمی دیدند. حتی وضعته بین یدی طالوت و الناس ینظرون، حتی جلوی طالوت گذاشت و مردم همه تماشا می کردند. خب پس تحمله الملائکه این معنی هست. علی ای حال پس پذیرفتند امارت طالوت را، که پذیرفتند حرکت کردند رفتند. خدای عزوجل در آیات متعددی شما خواندید که می فرماید من امتحان می کنم، آزمایش می کنم تا مخلصین را از غیر مخلصین جدا بکنم. هنوز در جلو مشکلات دیگه هست، سختی های دیگه هست.
هوا گرمه، آب نیست، تشنه هستند، آخر میآیند یه جایی آبی میبینم، نهری هست، جویی هست، جوی آبی هست. اینجا حضرت طالوت به اونها میگه ببینید این امتحان الهی هست، ببینید از این آب اولا که نخورید، از این آب استفاده نکنید، دستور امیر باید اطاعت بکنه. هر که خورد فقط به اندازه یک دست آب بخورد، یک کف آب بخورد، بیشتر از اون اجازه ندارد. خب اونهایی که نتونستن تاب بیارند گفتن یعنی چه؟ ما تشنه ایم، ما تحمل نمی کنیم. اونا خوردند، اونا که هر چی که تونستن خوردند. خدای تعالی بعد از اون بهشون اجازه نداد، پس شما برگردید. چرا؟ چون کسی باشد که 100% باید تسلیم بشه، 100% اطاعت بکند، نه اینکه هر چی که هوای نفس گفت، خواهشات درون گفت به اون عمل بکنه، به اون پایبند باشد. لذا الله می فرماید فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که جدا شد طالوت با لشکریان، جدا شد از بیت المقدس به طرف عمالقه، قال ان الله مبتلیکم بنهر، بدون شک الله شما را امتحان میکنه با نهری، با جوی آبی، فمن شرب منه فلیس منی، هر کسی بنوشد از آن آب از من نیست، یعنی لیس من اصحابی فی هذه الحرب، در این جنگ از همراهان من نخواهد بود. و من لم یطعمه فانه منی، هر کس نخورد، ننوشید، مصرف نکرد، اون از من است. الا من اغترف غرفة، مگر کسی که یک دست، یک کف آب بگیرد. ببینید هر اینجا دو چیز هستند. و من لم یطعمه فانه منی، این عزیمت است. الا من اغترف غرفة، این رخصت است. و فمن شرب منه، این دیگه نافرمانی و معصیت است. سه نوع افراد هستند. یکی اونایی که نافرمانی کردند، اونا اکثر بودند، اونا از اینجا برگشتند. یکی اونهایی که به عزیمت عمل کردند، هیچ نخوردند، اینها قوی ترین ها بودند، مقربین بودند. سوم اونهایی که به رخصت عمل کردند، یک کف خوردند، اونها به رخصت، اونها هم باید همراه شدند. لذا الله می فرماید فشربوا منه الا قلیلا منهم. ببین قبلا هم اینها از فیلتر اولی گذشتند، امارت را قبول نکردند مگر اندکی برای جهاد آمده شد. این اندک از این فیلتر دوم آمدن گذشتند، اینها هم اندک ماندند، یعنی اندک باشند ولی با ایمان و قوی باشند کافیه. فشربوا منه الا قلیلا منهم، نوشیدند از آن آب ملء بطونهم، به اندازه پوری شکم، مگر اندکی. فلما جاوزه هو والذین معه، وقتی که از اون نهر عبور کرد اون طالوت و کسانی که ایمان آورده بودن با او عبور کردند، والذین آمنوا بنسی و هم القلیل، همون گروه اندک، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. الان همینا گفتن، اینا هم دو گروه بودند، یک گروه که نوشیده بودند، کم نوشیده بودند، به رخصت عمل کرده بودند، یک گروه که به عزیمت عمل کردند. ببین همیشه انسان به عزیمت عمل کند دلیل قوت ایمان است، دلیل قوت ایمان است. بعضی وقتا خدای عزوجل ما را رخصتی داده ولی ما راحت میتونیم که اونجا به عزیمت عمل کنیم. مثلا روزه ماه رمضان تو هواپیما از اینجا سفر میکنیم به تهران و هیچ مشکلی نیست، اینجا به رخصت عمل کن، هم رخصت عمل کن، اما به عزیمت اگر عمل کنی خیلی بهتر است، برات مشکل پیش نمیاد. روزه در ماه رمضان اتفاق افتاده. پس اینهایی که ضعیف بودند اینا ترسیدند. اینا کیا هستند؟ اونا که به رخصت عمل کردند. چه گفتند وقتی که اون لشکر جرار عمالقه را دیدند؟
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، برای ما توانی نیست امروز برای جنگیدن با جالوت و جنودش. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله. الان اینجا یک گروه دیگه میماند، اینا که قوی تر هستن، قوی الایمان. اینا همونا بودن که تا آخر به عزیمت عمل کردن، جرعی آب ننوشیدن. اینا چی گفتند؟ اینا الان اونا رو وعظ میکنن. قال الذين يظنون اینجا به معنی یقین هست، یستیقنون، یقین داشتند که انهم ملاقو الله، آنها الله را ملاقات میکنند. گفتند ای برادران نترسید، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. چقدر گروه های اندک هستند که غالب شدن، پیروز شدن، چیره شدن بر گروه های زیاد و بزرگ به اذن الله، به توفیق الله. والله مع الصابرین، الله همراه صابران است. صابر یعنی استقامت کننده. ببینید همیشه که میگیم والله مع الصابرین، ما فکر میکنیم اون صابری که برادرش مرده، بچهش مرده، صبر میکنه، صبر عند المصیبه، اونم خوبه. اما اصل والله مع الصابرین، ببین مصداقش کجاست؟ اونی که در راه خدا استقامت میکنه، اونی که در راه خدا نمیترسه، اونی که در راه خدا هر نوع قربانی را آمادگی داره. والله مع الصابرین، با اون صابرین هست الله عز وجل. اما مع الصابرین بچی؟ بالنصر والاثابه. معیت الله از نظر چی هست؟ از نظر دو چیز، یکی یاری، خدا یاریشون میکنه، و دوم خدای عز وجل ثواب و پاداش بهشون عنایت میفرماید. پس والله مع الصابرین، خداوند با صابران هست. علی ای حال، اینهایی که به عزیمت عمل کرده بودند، اینهایی که قویتر بودند از نظر ایمان، اون ضعیف الایمان ها را چی کردن؟ شارژ کردن، تقویت کردن، تبلیغ کردن، تا اینکه به هر حال اونها قوی شدند، آمدند در روبروی لشکر جالوت قرار گرفتند. اون طرف لشکر جالوت بود. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا. زمانی که برزو، بروز میگویند در میدان جلوی همدیگر قرار گرفتن، یا در واقع رژه رفتن، مانور دادن، در مقابل جالوت و جنودش ظاهر شدند و مانور دادند. اون مانور اونها را دیدند، لشکر جرار اونها را دیدند، امکانات اونها را دیدند. مناجات، همیشه مؤمن باید اتکاش به الله باشد، نه بر قدرت و نه بر امکانات خودش. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. چند چیز از خدا میخواد. اول ثبات قلبی، اصل قلبه، انسان در دل بیم داشته نباشه. افرغ علینا صبرا بینی ثبات قلبی. بار الها ما را بر ما صبر بریز، یعنی چه؟ قلب ما را مملو و ثبات بگردان. صبر به معنی چی؟ ثبات، استقامت، تا ما دلمون قرص بشه. دوم ثبات قدمی، و ثبت اقدامنا. خب ثبات قدمی تابع ثبات قلبی است. وقتی که دلت قرص باشه پایت هم نمی لرزه. و ثبت اقدامنا، و ما را ثابت قدم بگردان. وانصرنا علی القوم الكافرین. در وقت مبارزه ما را بر قوم کافر، منظور جالوت و جنودهی، ما را یاری بفرما، ما را غلبه نصیب بفرما. پس این مناجات اهل ایمان بود، مجاهدین راستین بود. الله عزوجل چی کرد؟ ببین این گروه اندک نه امکانات داره، نه قدرت داره، ولی ایمان داره، اعتماد و یقین داره به الله، باور داره. الله می فرماید فهزموهم باذن الله. پس اینها اونها را شکست دادن، باذن الله، بقضاء الله. الله عزوجل
اینها را نصرت کرد. والله مع الصابرین بالنصر والاثابه. تفصیلش را قرآن نگفته، قرآن همین اندازه گفته، چون قبلا خدمت شما عرض کردم که هدف قرآن داستان سرایی نیست. ما چون که دلمون میخواد انسان طبعا اینطوره همه جزئیات را بره، بدونه دنبال جزئیات میریم، ولی اگر قرآن دنبال جزئیات بره، اون موعظه، اون نکته، اون مطلبی که قرآن میخواد بگه اون فوت میشه. همه وقت و همه ذهن و همه فکر دنبال چی میشه؟ داستان میشه. پس الله عزوجل نتیجه را میخواد برجسته بکنه. موعظه ای که از این داستان داره اون را میخواد برجسته بکنه، لذا الله تعالی زود به اون میرسه، داستان را خلاصه میکنه. اما در ادامه اون چی که بیان کردن مفسرین، شما در تفسیرها میبینید اینا اسرائیلیاتند. لا نصدق ولا نکذب، نه تصدیق میکنیم نه تایید، شاید درست باشد. اون چی که آمده اینه که صف آرایی شد، صف بسته بودند. قرآن همین گفته فقط و قتل داوود جالوتا. داوود علیه و علی نبینا الصلاة والسلام جالوت را کشت. داوود در این زمان به پیغمبری نرسیده بود. عرض کردم پیغمبر وقت حضرت شموئیل بود، اما داوود به هم پیغمبری رسید، هم با این اقدام جوان مردانش به پادشاهی رسید. داوود از اینجا پادشاه شد. چگونه پادشاه شد؟ که جالوت اعلام کرده بود. جالوت اعلام کرده بود که هر کسی در لشکر خودش، هر کسی طالوت را بکشد. اینا از اسرائیلیات گرفته شده، در تفاسیر ما هم زیاد هست، حقیقتش را الله بداند. اعلان کرده بود هر کسی که طالوت را بکشد من دخترم را بهش میدم، دامادم هست. لذا هر یکی از اونها تلاش داشتند که طالوت را بکشند. طالوت چه اعلام کرد؟ طالوت گفت که هر کسی که جالوت را بکشد من همون دختری که جالوت اعلام کرده همون دختر را به همون قاتلش میدم. الله عزوجل وقتی که بخواهد دشمن را واقعا زبون بکند، خار بکند، همین کار را بهش میکند. داود میاد و جالوت را میکشد. جالوت را میکشد، دختر جالوت به عقد داود پیغمبر در میاد و بعد داود هم پادشاهی و ملک و سلطنت هم به داود میرسد. بعد از اون داود و سلیمان به پادشاهی میرسن پشت سری هم. همین چیزی هست که عیناً رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله همین اعزاز را داد و دشمن را همین گونه خار کرد. سردار بنو نظیر کی بود؟ حیی بن اخطب. حیی بن اخطب بعد از اون که خیانت کرد رسول الله اونها را جلاوطن کرد. شما تو سوره حشر خواندید. اینها رفتند، اکثرشون رفتند به طرف شام، اما حیی بن اخطب و کعب احبار اینا رفتند در کجا؟ خیبر. اونجا رفتن پیش یهود خیبر، از مدینه طیبه فاصله داشت. از اونجا آرام نداشت. این حیی بن اخطب سرسختترین دشمن رسول الله بود. رفت مردم مکه را با کعب احبار تحریک کرد، تمام عربها را تحریک کرد، آمد بنو قریظه را هم تحریک کرد و بر علیه رسول الله خندق را براه انداخت، جنگ خندق یا جنگ احزاب، تا اینکه حیی بن اخطب این سردار بنو نظیر، چون بنو قریظه بهش اعتماد نکردند، گفت که من با شما میمانم، اگر به شما آسیبی رسید بذار به منم برسه. خب الله عزوجل در احزاب شکستشون داد، میخوانیم انشاءالله در سوره احزاب. بعدا رسول الله را دستور رسید از طرف الله که برو به طرف قریظه. به طرف قریظه رفت. چند روز اونها در محاصره بودند، همه دستگیر شدند. این سردار حیی بن اخطب چی شد؟ دستگیر شد و حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ درباره اینها همین فیصله کرد همه مردان کشته بشن، زنانشون اسیر بشن و کنیز بشن. همین کار باشه شد. اما این حیی بن اخطب خانوادهش اینجا نبود، خانوادهش در خیبر بود. سال بعد یا 2 سال بعد که در سال 7 میشه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خیبر را وقتی که فتح کرد، اونجا
زن و دخترش اسیر شدن. حضرت صفیه بنت حیی، این دختر حیی بود، سردار بنو نظیر بود که رسول الله ابتدا به صحابی دیگه داد، بعدا مشوره دادن یا رسول الله این دختر سردارشون است، برای شما خوبه. رسول الله اون آزاد کرد و عقد کرد. یعنی عیناً همون اعزازی که خدای عزوجل به داوود داد، اونطوری که در داستان ها آمده به رسول مکرم صلی الله علیه وسلم داد. بزرگترین دشمن رسول الله، سرسختترین دشمن که محرک همه جنگ ها بود، در بدترین و فضیح‌ترین وضع کشته شد. دخترش در عقد رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمد. پس و قتل داوود و جالوت، میگویند داوود خودش در این جنگ نبود، برادر بزرگترش در جنگ همراه بود. داوود چوپان بود، با گوسفندان آمده بود تماشا. اینجا وقتی که آمد دید که همه صف بستن و اون زمان حلم مبارز بود، زمان مبارزه و تحدی و به مبارزه طلبیدن. گروه می آمدند، هر یک می آمد می گفت مبارز من کیه. جالوت خودش که یکی از فرماندهان جنگی بود و تکنیک زیاد بلد بود، آمد به میدان، گفت کی میاد با من مبارزه بکنه. در یک بخشی از جنگ از این طرف آماده نشده بود. حضرت داوود علیه السلام غیرت ایمانی داشت. داوود عصبانی شد و حرکت کرد به طرفش، سنگی برداشت. داوود اسلحه نداشت، سنگی زد به سرش، با یک سنگ کارش را تمام کرد. و قتل داوود جالوت، الله می فرماید داوود جالوت را کشت. و آتاه الله الملک والحکمه، الله به او ملک داد، حکمت داد. ملک نبوت است، ببخشید ملک پادشاهی است، والحکمه نبوت است. هم پادشاهی و ملوکیت بهش داد، هم الله بهش نبوت داد. و علمه مما یشاء، آنچه که الله خاص بهش داد. ببینید بسیاری از علوم که مربوط به نبوت بودند و مربوط به پادشاهی بودند الله بهش داد. مثلا علمناه صنعة لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم، اینها از جمله هنرهایی بودند که الله عزوجل به داوود نبی علیه السلام عنایت فرمود. ولولا دفع الله الناس، اینجا در پایان این جریان، چون پایان بحث جهاد هم هست، در پایان بحث جهاد الله عزوجل فلسفه جهاد را بیان می فرماید. الله می فرماید اگر جهاد نبود روی زمین فساد می شد. این قلدرهای دنیا معلوم نیست چه به پا می کردند. جهاد هست، به برکت جهاد می بینیم که حکومتی که حکومت کفر است، حکومتی که دست نشانده کفر است، میاد چیکار میکنه؟ مساجد را رونق میده. میاد در یک سال در یک استان فقط 50 تا مسجد درست میکنه. آیا اعتقادی به مسجد داره؟ نه، از مجاهدین میترسه. اگر جهاد نبود اینا فساد میکردن. در جای دیگه میخوانیم لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اینا تمام عبادت خانه ها مربوط به همه مذاهب را از بین میبردند، ولی به برکت جهاد هست که اینها میترسن. به برکت جهاد هست میخواد نشان بده آقای اوباما میاد با مسلمانان بر سفره افطار میشینه. تو اعتقادی بیداری به روزه؟ نه، میخواد نشون بده که من خیرخواه مسلمان. این چیه؟ داره نشان میده حسن نیت خودش را، حسن عمل خودش را نسبت به مسلمانان. این میخواهد که تحریکات را پایین بیاره، این میخواهد که مجاهدین را چی بکنه؟ خلع بکنه با این عمل کردش. و خیلی از حرکت های دیگه که دنیای کفر میکنه. یا گاهی نسبت به اسلام، نسبت به مسلمانان، نسبت به قرآن توهین میشه. اولین محکوم کنندگان اونها هستند، در حالی که تو دلشون خوشند. اما چی؟ اما از مجاهدین بیم دارند. ببینید چقدر ظاهرشون را برعکس باطنشون میکنن. پس الله میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر دفع الله نبود که الله دفع میکند بعضی از مردم را به بعضی دیگر، بعضهم بنویسه مفسدین، به بعضن بنویسه مصلحین. الله مفسدین را دفع میکند، مفسدین جلوی مفسدین را میگیرد به وسیله مصلحین. اگر نبود این جهاد لفسدت الارض،
در زمین فساد ایجاد می شد. در زمین قلدرها قلدری می کردن، اشرار شرارت می کردن، مفسدین فساد می کردن. لفسدت معیشتها الدینیه و الدنیویه، معیشت دینی و دنیوی تمام می شد، خراب می شد. به قتل الابرار و غلبت الاشرار، ابرار غالب می شدند، ابرار از بین می رفتند، اشرار غالب می شدند. و هدم اساس الدین، و اساس دین از بین می رفت. ولی الله عزوجل مجاهدین را که الله عزوجل در تمام معرکه ها موفقشون بگرداند، الله مجاهدین را گذاشته تا اینکه اهل فساد نکنند، قلدرها سر جای خودشون آرام بشینند. ولكن الله ذو فضل علی العالمین، این فضل الله است. الله صاحب فضل است بر عالمیان، بر جهانیان. به این خاطر عرض می کنیم که اگر توفیقی ندارید، توفیق جهاد ندارید، برای مجاهدین، اونهایی که واقعا راستین هستند، اونهایی که بر مسیر اعتدالن، بر مسیر حق هستند، جانانه از کیان اسلام و مسلمین دفاع میکنند، برای اونها دعا بکنید. اگر توفیق دعا هم نداری، حداقل بد و بیراه نگو، محکومشون نکن، مارکشون نزن. اونها دلشون برای اسلام سوخته، جان دارن تقدیم میکنند. لذا باید بقیه مسلمانان با دعایشون، با مالشون، با حمایتهایشون از اونها حمایت کنند. ولكن الله ذو فضل علی العالمین. در آخر الله عزوجل جمله معترضه برای صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان می‌فرماید: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این آیات الهی است ای پیامبر ما که ما بر تو تلاوت میکنیم، به حق هستند اینها، یعنی مطابق واقعند، اینها راستند. ببین واقعا صداقت رسول الله را میرساند و اینو میرساند که این پیامبر امی برایش وحی می آید. چگونه؟ این داره از طالوت، از جالوت، از جزئیات، از اون نهری که آب خوردن، اینها را از کجا بلده، اینها را از کجا میاره، اینها را با این دقت بیان میفرماید. بغیر از اینکه وحی الهی باشد چیزی دیگه نیست. پس ثابت شد، نتیجه در آمد که چی؟ و انک لمن المرسلین. نتیجه این شد که واقعا تو از مرسلین هستی، تو از فرستادگان الله عزوجل هستی. تفسیر قرطبی در این آخر میفرماید: نبه الله تعالی ان هذه الآیات التي تقدم ذکرها. الله عزوجل اینجا تذکر داده که این آیاتی که ذکرشان گذشت همین جریان طالوت بود. پیغمبر شمویل، قبل از پیغمبر شمویل ذکر پیغمبر حزقیل و قومش گذشت. اینها همه دلالت میکند که لا یعلمها الا نبی مرسل. این جریانات را کسی دیگه نمیداند مگر نبی مرسلی. و انک لمن المرسلین. صدق الله العظیم.